اما تنها 2 فیلمش مجوز پخش گرفت و فیلم سنتوری هیچگاه روی پرده سینماهای ایران نرفت. با این حال عده زیادی از ایرانی‌ها بازی او را در کنار بهرام رادان روی صفحه تلویزیون‌هایشان دیدند، البته از طریق CD. اما حضور خانم فراهانی در فیلم هالیوودی مجموعه دروغ‌ها مسیر زندگیش را تغییر داد. جنجال و دعوا بر سر حضورش در فیلم‌های ایرانی بالا گرفت و حتی گفته شد فیلم درباره الی به خاطر حضور او در ایران اکران نشد. اما با وساطت جواد شمقذری فیلم به جشنواره فیلم فجر راه یافت. آقای شمقذری که آن زمان مشاور هنری رئیس جمهوری ایران بود و 2 ماه است معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد شده، چندی پیش هم گفته که گلشیفته فراهانی میتواند به ایران بازگردد. خانم فراهانی این روزها در فرانسه زندگی می کند و به نظر نمی آید به این زودی ها خیال بازگشت به ایران را داشته باشد. بازگشت به کشوری که این روزها هنرمندان مهاجر زیادی را به دنیا تحویل داده است. نگین شیراقایی، BBC. و گلشیفته فراهانی اینجا در استودیو مهمان ماست. خانم فراهانی خوش آمدید به استودیو ما. خیلی ممنون. جواد شمقذری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد مدتی پیش گفته بود خانم فراهانی هر وقت دلش بخواد میتونه به ایران برگرده و خیلی هم هستن در ایران که حتما دلشون برای شما تنگ شده. برنامه‌تون چیه؟ من شاید اینجا جا داره از آقای شمقذری خیلی تشکر بکنم، چون شاید کم شده که دوستان در وزارت ارشاد اینطوری به فکر چنین مسائلی باشن، ولی متاسفانه همونطور که خود آقای شمقذری هم اشاره کردن، وقتی مشکلات با ارگان‌های دیگه و وزارتخونه‌های دیگه هست، در واقع وزارت ارشاد دیگه کاری نمیتونه بکنه و مشکل منم از اول با وزارت ارشاد نبوده، با وزارتخونه‌های دیگه‌ای و ارگان‌های دیگه‌ای بوده. پس در حال حاضر برای بازگشت شما به ایران مشکلاتی سر راهتون هست؟ من نمیدونم مشکلی باشه یا نباشه، منتها شاید یه عدم اطمینان. یک زمانی این اطمینان به من وجود نداشت راجع به اینکه این فیلم اندامی از دروغ بادی آف لایز راجع به چیه. الان شاید این اعتماد از طرف من وجود نداره که من آیا اگه برگردم راحت میتونم دوباره سفر بکنم، میتونم کار بکنم در ایران. الان هنرمندانی هستن که در ایران هنوز مشکل دارن، شاید باید مشکل اونا اول حل بشه تا بعد به نوبت به ما برسه. شاید در اوج موفقیت از ایران خارج شدید. خیلی‌ها گفتن که اون درخشش و اون امکان درخششی رو که گلشیفته فراهانی در ایران داشت ممکنه در خارج از ایران نتونه پیدا کنه. نظر شما چیه؟ والا فکر می‌کنم در نهایت آرزوی من همیشه اینه که بتونم به زبون خودم برای مردم خودم، برای مردم ایران کار بکنم. منتها وقتی سدهایی قرار میگیره جلوی آدم، یه جوری آدم مجبور میشه که انتخاب بکنه. بعدم هنر یک زبان بین المللیه که اگر هر چیزی جلوی این بین المللی بودنش رو بگیره، جهانی بودنش رو بگیره، شاید اون هنر دیگه ذات خودش رو زیر سوال میبره. به هر حال به بخشی از بدنه هنر بین المللی شما پیوستید و بازی در هالیوود رو تجربه کردید. اگر بخواید با بازی در سینمای ایران مقایسش کنید؟ سینماست، همون چیزیه که بازیگری همونه، فقط اونجا شاید یک صنعتیه که خیلی پول زیادی پشتش هست، همه خیلی باید مراقب باشن، یه ذره حرفه‌ای‌تره. معمولاً آدما درس این رشته خوندن. در ایران خیلی از کارگردانا، دوستان که کار میکنن تجربی کار میکنن و خیلی هم عالیه، خیلی هم بیشتر کیف داره شاید حتی کار کردن در ایران. ولی سینما همیشه سینما. شاید کار بازیگر این طرف یه ذره راحت‌تره، در ایران یه ذره سخت‌تره ولی شیرین‌تره. با محسن نامجو اخیراً یه کنسرتی داشتید. آیا به دلیل این هست که جای خالی که در سینمای ایران، خب به هر حال اونجا خیلی برنامه‌های پری بود در وقتی که در ایران بودید، جای خالی حالا در بیرون از کشور احساس می‌کنید یا نه این یه جنبه هنری تازه است که به زندگی شما اضافه شده؟ نه، به هر حال کار اصلی من از کودکی موسیقی بوده و همیشه هم من خودم اول شاید یه موزیسین میدونم تا بازیگر. خیلی جالبه و به هر حال ما با محسن پاریس هم دیگر دیدیم، آشنا شدیم و من محسن رو خیلی دوست دارم و تجربه خیلی خوبی بود.
کار اصلی من موسیقی. قرار ادامه پیدا کنه؟ انشالله حتما. شاید ایرانم ما یه گروه زیرزمینی داشتیم در ایرانم، ولی الان حالا یه ذره بازتر شده. الان مشغول چه کارهایی هستین؟ الان خیلی یک فیلمی رو تموم کردم به اسم There Be Dragons که ترجمه پیچیده، یه نمیدونم اژدها خواهند بود، یه ترجمه عجیبیه با آقای رولان ژافه و کارهایی داره انجام میشه. منتها مثل ایران که تا یک کاری روز اول فیلم برداریش اتفاق نیفته نمیشه راجبش حرف زد، شاید الان نمیشه راجب کارهایی که داره اتفاق میفته حرفی زد. ان شاءالله که اتفاق. اشاره کردین به اینکه خب در خارج از ایران، سینمای خارج از ایران و داخل ایران رو اگه بخواید مقایسه کنین شباهت‌های زیادی داره. اگر انقدر شباهت هست، تفاوت‌های زیادی وجود نداره، انگیزه شما چی بود از پیوستن به تفاوت؟ که خیلی زیاد وجود داره، منتها در واقع ذات سینما همون چیزه، ولی میگم هنر یک چیز جهانیه، بازیگری هم یک هنر جهانیه که خب خیلی راحته ما دکترامون، مهندسامون، کارگردانامون میتونن در ایران کار کنن، خارج از ایران کار بکنن. خب تکلیف هنر بازیگری راجع به یک بازیگر زن چی میشه؟ خب هنر بازیگری هم یک هنریه که میتونه جهانی باشه و اگر درها بسته باشه و این هنر نتونه سفر بکنه خب تکلیف چیه؟ و به هر حال چه بخوایم چه نخوایم شخصیتایی که در ایران بهش پرداخته میشه تو سینما، به خصوص شخصیت‌های زن خیلی محدود هستن و نمیشه خیلی به عمق شخصیت‌ها وارد شد و خب در سینمای جهانی شاید بیشتر بشه این کارو کرد. گلشیفته فراهانی خارج از ایران قرار معرف سینمای ایرانی و یک بازیگر زن ایرانی باشه یا نه قراره که جزئی از بدنه به هر حال هنری در جهان باشه؟ به هر حال ما چه بخوایم چه نخوایم هر هنرمندی که از ایران میاد یک جور سفیر ایرانه و این ایرانو با خودش داره میبره، چه بخوایم چه نخوایم. ولی من هنر رو نمیتونم مرزبندی بکنم. هنر جهانیه، بازیگری جهانی، موسیقی جهانیه و منم به عنوان یک بازیگر ایرانی در سینمایی که میتونه جهانی باشه و همه باش ارتباط برقرار کنن، همینطور که سینمای ایران و همه دنیا میتونن باش ارتباط برقرار کنن، خب به هر حال کار میکنم. پیام شما به دوستدارانتون در داخل ایران چیه؟ اونایی که خیلی دلشون براتون حتما تنگ شده. من دوستدار اونها هستم و عاشقانه دوستشون دارم و امیدوارم که یه روزی هممون با لبخند و خوشی بتونیم با آزادی در کنار همدیگه زندگی بکنیم و مجبور نباشیم که از کشورمون بریم. همینطور سیل جوونامون، منم جزو همین نسلم، جزو نسل بعد از انقلابم. امیدوارم که بتونیم کار بکنیم برای مردم خودمون به زبون خودمون با شرایط عالی، شرایط اقتصادی عالی، امنیت شغلی عالی. اون روزو میبینم، انشالله همه با هم میبینیمش. گلشیفته فراهانی، ممنون از حضور شما در برنامه. خیلی ممنون جانم.